خب با سلام. این نرم افزار محیطیه که توی نرم افزار ما قبل لاگین دیده میشه. این نرم افزار ما حالا به دو صورت، یا به صورت لوکال روی سرورهای خود مراکز رادیولوژی نصب میشه که اون موقع با یه آی پی لوکال کار میکنه، یا اینکه حالا به صورت کلاود بیس یه آی پی که ما بهشون میدیم استفاده میکنن و هر دو مدل کار میکنن. حالا وقتی که وارد بخوام بشن به نرم افزار، لاگین رو با یوزر پسی که بهشون میدیم لاگین انجام میشه. اتفاقی که میفته به این صورته که وقتی که اون تصویر توی اون مرکز رادیولوژی توسط دستگاه اون ایکس ری گرفته میشه، به صورت اوتو سند ارسال میشه اینجا. حالا من برای اینکه بتونم این رو نشون بدم، اینجا به صورت دستی ما میتونیم یک عکس رو آپلود بکنیم، ولی این کار به صورت اتوماتیک انجام میشه. اینجا صرفا برای اینکه بتونیم نشون بدیم این کار رو انجام میدیم و خب به خاطر اینکه به صورت لوکال این کار میکنه، خیلی سریع این جابجایی فایل اتفاق میفته. الان داره با سرعت اینترنت این اتفاق میفته، ممکنه یکم بیشتر طول بکشه. خب میبینید بعد اینکه این در واقع آپلود اتفاق افتاد، این پروسسینگ انجام میشه توسط مدل هوش مصنوعی ما. پروسسینگ اتفاق میفته که حالا بسته به اینکه چه سخت افزاری، چه پروسسینگ کیپبیلیتی اونا در اختیار ما قرار دادن، این یه چیزی بین حالا 10 ثانیه الی 40 ثانیه طول میکشه. مرکز با مرکز ممکن تفاوت داشته باشه، ولی حالا اینجا هم برای اینکه دوباره ما یه استیمیشنی از اینکه اون مدل ما چجوری کار میکنه، میبینید الان اینجا توی استاتوسش مدل تو حالت پروسسینگ. این وقتی که مدل ما کارشو انجام بده، این از این حالت خارج میشه و ما میتونیم ببینیم که چه آنالیزی انجام شده. خب میبینیم که پروسسینگ انجام شد. حالا ما به خاطر اینکه سرورمون خیلی هم قوی نبود، احتمالاً یکم بیشتر طول کشید. این وقتی بیاد با کلیک کردن روش، این صفحه لود میشه. صفحه‌ایه که در واقع کارشناس رادیولوژی میتونه بررسی بکنه لندمارک هایی که مدل ما زده. همونطور که میبینید مثلا این لندمارک باید سنتر یا مرکز سر فمور رو گذاشته باشه که میبینید زده. اینجا باید فمورال هد تاپ باشه، یعنی نوک این سر فمور باشه، و همچنین حالا لندمارک های مختلف که زده شده. میبینید اینجا مثلا این لندمارکی هستش که مدیال کندیل تیبیا هستش که به صورت یه بشقابی هستش که باید لبه جلویش زده بشه که میبینیم به درستی زده شده. حالا این رو کارشناس میاد و میتونه با دبل کلیک چک بکنه همه لندمارک ها رو، و اگه لازم دونست میتونه مثلا یه لندمارکی رو جابجا بکنه. و میبینید وقتی هم که جابجا بکنه، توی اون میجرمنت هایی که از اون نقطه در واقع حاصل میشه تغییر ایجاد میشه. و این بعد اینکه حالا کارشناس اینو چک بکنه، میتونه در واقع کنتراست و برایتنس تصویر رو هم تغییر بده که اون خروجی که به بیمار میدیم اون کیفیت و ظاهر خوب رو داشته باشه. بعد اینکه حالا این تغییرات رو کارشناس داد، در واقع کانفرم رو میزنه. وقتی کانفرم انجام بشه، دیگه اون خروجی که میخوام به صورت حالا یا کلیشه و به صورت دایکام روی کلیشه های فیلم های رادیولوژی تحویل بیمار داده بشه، هم میشه این رو داد که مثلا به این صورت میتونه باشه، هم میتونه به صورت مثلا روی یه کاغذ گلاسی آسه رنگی تحویل بیمار داده بشه. این در واقع ریپورتی هستش که بیمار داده میشه. همونطور که میبینید از همون نقطه هایی که زده شده بود یه سری خطوط کشیده میشه که در واقع این زوایایی که میبینید MAD، MFMTA، AMA و بقیه این زوایا، در واقع بین این خطوط این زوایا کشیده میشن. و ریپورت های مختلفی هست که حالا هر مرکزی بسته به اون حالتی که میخواد میتونه انتخاب بکنه که کدوم رو میخواد. و همچنین ما یه ریپورت کاغذی روی A4 هم داریم که این رو زیرش رو باید در واقع پزشک امضا و مهر بکنه و این رو میتونه تحویل بیمار بده. یعنی این مرحله هم براشون تسریع میشه. این کار رو قبلا خب یه تایپیست باید انجام میداد که الان این رو هم میتونن به راحتی پرینت بگیرن. هر کدوم از این صفحه ها میتونه پرینت گرفته بشه. همینطور که میبینید
حالا وقتی که وصل باشه به پرینتر پرینت گرفته میشه و همچنین هر کدوم از این تصاویر رو که بخوان میتونن send to packs انجام بدن. این send to packs هم با یه در واقع IP تعریف شده توی اون سرور لوکال و وقتی send to packs انجام میشه این میره و میشینه توی پکس همون مرکز و میبینید که الان send to packs هم اتفاق افتاد و پکس در واقع یه سری نرم افزارهای آرشیوه که تصاویر رو باید مراکز وقتی از بیمارا میگیرن توی یه نرم افزاری آرشیو بکنن که اصطلاحاً بهش میگن پکس. این در واقع کلیت مدلی هستش که نرم افزار ما کار میکنه. این زوایا تو حالت عادی برای کارشناس بسیار وقتگیره، ممکنه بالای نیم ساعت حتی شاید 1 ساعت وقت بگیره تمام تک تک این زوایا باید خطوطش کشیده بشه به صورت دستی و این داده بشه به بیمار، بعدش هم اون ریپورت کاغذی تایپ بشه و این پروسه میبینید که تو چند تا کلیک انجام شد. حالا این دمویی که الان اینجا انجام دادی به خاطر اینکه به صورت حالا ابری داره انجام میشه و لوکال نیستش، یکم کنتر اون آپلود و دانلود عکس‌ها اتفاق افتاد. به صورت لوکال خب این خیلی خیلی سریع‌تر خواهد بود.